مذاکرات ایران و آمریکا انجام شد. چند روز خبری از نتیجه نبود تا اینکه بالاخره یک پیام واضح از طرف آمریکا رسید. این بار نه با حرف بلکه با عمل. اسم این هیولا USS کارل وینسونه، دومین ناو هواپیمابر آمریکا که چند روز پیش وارد دریای عرب شده، یعنی همون جایی که ایران هم حضور داره. حالا بریم ببینیم مشخصاتش چیه. در سال 1982 به طور رسمی به خدمت نیروی دریایی ایالات متحده در اومد. طولش 332 متره، ارزش 76 متر، با وزنی بیش از 100,000 تن. قلب تپندش دو راکتور هسته‌ای A4W با توان حرکت به سرعت 56 کیلومتر بر ساعته. جالبه بدونید فقط با یک بار سوختگیری میتونه به مدت 25 سال حرکت کنه. حدود 3200 خدمه، 90 فروند جنگنده و 10 فروند بالگرد نظامی رو با خودش حمل میکنه. همچنین یک سامانه دفاعی فوق پیشرفته که شامل موشک‌های ضد هوایی، پرتاب کننده‌های ضد قایق و سیستم‌های جنگ الکترونیک مثل اخلالگرهای راداری و حرارتیه. علاوه بر امکانات نظامی، یک بیمارستان پیشرفته، یک سالن ورزشی و چندین رستوران هم داخلش وجود داره که میتونه به مدت 70 روز بدون پشتیبانی خارجی روی آب بمونه. حالا شما بگید به نظرتون این هیولا به چه علتی داره نزدیک ایران میشه؟ اگه به این سبک از موضوعات علاقه‌مندی، با راست فکت همراه شو.